سلام، وقتتون بخیر. شروع برنامه ورزشی در دوران بارداری به چه شکل هستش؟ اگر قبل از بارداریتون بسیار فعال بودید و مرتب ورزش میکردید، در دوران بارداریتون میتونید تمرین رو با تغییر در شدت و مدت ورزش و زیر نظر مربی مجرب ادامه بدید. اگر قبل از بارداریتون ورزش نمی کردین، شروع هر گونه تمرین در هر سنی از بارداریتون حتما باید با آهستگی و زیر نظر پزشک معالج و مراقب سلامتتون باشه. در صورتی که هر گونه شرایط طبی خاصی قبل و یا حین بارداری فعلیتون دارین، قبل از شروع هر گونه تمرین ورزشی حتما باید از پزشک معالج، ماما و مراقب سلامتتون کسب اجازه بکنید. مثال‌های از این شرایط طبی خاص شامل جفت سر راهی، سابقه سقط یا تهدید به سقط، خطر زایمان زودرس در بارداری فعلی، خونریزی واژینال، حاملگی‌های دوقلویی به بالا، فشار خون، وجود بیماری‌های مزمن قبل از بارداری، همچنین وجود مشکل فعلی در ناحیه کمر و مفاصل لگن هستش. ممنونم، تا بعد.